طرف پرفیرش برگشت گفتش که با این وضع اوضاع درآمدیت زندگیت میچرخه؟ گفت خدا رو 100,000 مرتبه شکر، خدا روزی رسونه. گفت نه دیگه، اگه از جایی بهت پول میرسه به ما هم بگو. گفت بعضی وقتا بعد از کارم میرم یه سری کارهای آزاد انجام میدم، اینجوری زندگیمو سپری میکنم. گفت بابا مشتی من رفیقتم، به من نگی به کی میخوای بگی از کجا بهت پول میرسه؟ گفت بهت گفتم که خدا خودش روزی رسونه، یه جوری این رزق و روزی ما رو میذاره تو کاسمون. باز طرف باور نکرد، گفت قول میدم اگه بگی به من پول از کجا بهت میرسه من به هیچ کس نمیگم. گفت واقعیت یه حاجیه است، هر ماه یه مبلغی داره میریزه به حسابم. گفت آها حالا شد، خب اینو از اول به من بگو که یه نفر از پول بهت میده. گفت مرد حسابی تو 3 بار از من پرسیدی، این 3 بار رو گفتم خدا روزی رسونه، تا اسم حاجیه رو آوردم باورت شد؟ یعنی خود خداوند به این بزرگی اندازه یه آدم پیش تو اعتبار نداره؟ دادمون باشه اون کسی که رزق و روزی ما رو جور میکنه اون بالا سریه. مبادا بخوایم بریم آویزون بنده هاش بشیم به خاطر اینکه 2000 پول بیشتر در بیاریم. الحمدلله رب العالمین کم و زیاد داره زندگیمون میچرخه. خدا رو 100,000 مرتبه شکر که دستمون پیش کسی دراز نیست.